واجباتی داریم و مستحب. واجبات صبح واجبه که 2 رکعت نماز صبح بخونیم. مستحب هم که جلوتر نماز صبح یا تا 2 رکعت نماز مثل نماز صبح بخونیم. اینا میگن نافله صبح. نافله هم تا وقتی که قرمزی تو آسمون پیدا نشده نافله صبح وقتشه. اگه قرمزی پیدا شد نماز صبح تا آفتاب در نیامده قضا نی، نافله قضا شده. خب حالا قرمزی پیدا شده ولی هنوز خیلی مانده، حالا نخونم؟ نه بخون. میخوام بگم وقتش اون وقته. اولیای خدا از اون صبح تا آفتاب میزنه نمیخوابن. چند بار گفتم اونایی که کاروبارتون خوب نیه، اونایی که پول ندارید، اونایی که میگید هر راهی میزنیم کارون در نمیره، این از اون صبح که گفتم پیش از اون تا سر آفتاب بیدار باش. خوابت میا آفتاب که زد بخواب تا دم ظهر. خدا بیامرز خرگوش. صلوات این بین طلوعین بیدار باش. ملائکه‌ای هستن که روزی ها را تقسیم میکنن. اینا روزی که مخی تقسیم بشه در اخبارم داره هرچه این بین طلوعین بیدار باش. طلوع فجر و طلوع آفتاب داره که از اون صبح که گفتم بعدش دست بذار سینه 70 بار بگو یا فتا. یه گشایشی تو کار دون. حالت قصه دارم اینجا بگم. یه نفر خیلی وضعش بد بوده، بعد گفته بودن که ختم یا فتا بذار، یه ختم مجربیه نام بگذارم، نه این یا فتایی که صبح یادت میدم بگیم، نه. بعد این بنده خدا ختمه که جا خونده بود دیده بود کسی در میزنه. گفته بود کی هستی؟ گفته بود فتح الله خانه مستوفی هم اومدم پول مالیات مخوام. این بیچاره بدبختی که هیچی نداره دو ختمش دیگه پول گیرش بیاد. این گفتم سنگ ها جلو را دونه بردارید. با هر که قریبه آشتی کنه که دوست مرتضالیه و اجداد طاهرینم وقتی پایین رفتی اونی که فوش داده بیدید گفته چه میدونم دوست مرتضا علی بوده باش قرب بودی و حالا رفته اون پایین ها. میگه خدایا تو دنیا برام گردون برم با هم آشتی کنیم. دیگه راه نداره، دیگه نمیتونی برگردی. ببین هیچ که برگشته که من برگردم نکنید. یه کارایی که انجام داده بخوابید. کینه و عداوت و بغض و دشمنی تو دلت فلان کس من حتی نرمک دلم چرکینه زشتش میدارم. چرا؟ ببین برای خدا زشتش میدادی بدار. با پیغمبر بده، با امام بده، با نماز بده، با روزه بده، زشتش میدارم. ببین چرا حسده او دستش اینو داره تو نداری، این باغ داره، این ماشین داره تو نداری. اوقات ببین کجا تلخه. تو حساب باش نباشدم اینا مخوایی اون وقت اگه این طور شدی همه را فرض کن پسرید، همه فرض کن برادرید، همه را دوستان علی فرض کن پدرید، زنها مادرید. این بار ببین چی میشی. چشمت یه چیزهایی باز میشه که اصلا نمیشه بگن. اصلا یه چیزهایی خدا علاوه تر بهت میده. این اگر اینجوری شدی امام زمان اینطوریه. برای هیچ که حسد نداره، برای هیچ که عداوت نداره. غم همه دون شریکه، شادی همه دون شریکه. هر ته دلتون خشه امام زمانم خوشحاله، هر ته غصه دارید امام زمان دونم غصه داره. ذات دا عوض کن، خودت خود را عوض کن. بگو آی دل، آی هوا و هوس، آی دلی که خاک تو سرم کردی او رو تالا هرچی تو گفتی شنیدم.
هر راهی که تو گفتی برم رفتم. خدایا حفظم کن از شر هوا و هوس و دلم. نمیدونید خدایا همه اونا ببخش و بیامرز. به حق فاطمه زهرا سر تقصیراتون درگذر. بیتونی هوا و هوسا از هر نیکبتی بدتره، از هر سرطانی تو جونت افتیده بدتره، از هر مرض هلاک کننده‌ای بدتره. حسد، کینه، بغض، دشمنی. چرا این داری؟ حالا دیگه ببین چند رو مونده به گودال قبل سر برسی. با این دل چی رود ور میاد اونجا. مگه میترسم شو برم تو زیر زمین و تو پس تو یه چیز بردارم درارم؟ مگه میترسم برم تو خونه خودم شو هیچ که نیست؟ این پایین خوابوندنم رو مزار منم، بله منم. خدایا به اسمت زهرا درون حال بر همه رحم. خدایا به حق محمد آل محمد حفظ کن و آبروی امام عصر همه را از شر شیاطین جن و انس حفظ کن.